به نام خدا، آرمین رشیدی هستم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. به سراغ بازی بارسا و اینتر میریم. مارکوس تورام یه فرصت عالی رو داره، پاسش برای لوتارو مارتینز و توی دروازه. 20مین دقیقه بازی، گل چهارم اینتر در جمع 4-3. دنی اولمو از جناح راست یه فرصت عالی رو در اختیار داره. دنی اولمو میتونه بزنه، چه اشتباهی کرد. اریک گارسیا یه سانتر عالی به روی دروازه و بازم فرصتی که برای بارسا از دست میره. لامین یامال یه فرصت عالی، فرام به توپ نرسید. لامین یامال دفاع رو با آتیش کشیده در این بازی. لامین یامال میتونست پنالتی باشه، دوباره اعتقادی نداره. این طرف اینتریا صاحب توپ هستن. لوتارو مارتینز یه موقعیت دیگه، کوبارسیچ چه تکل نازی زد، اما داور اعلام پنالتی میکنه. پنالتی نبود و حالا چانالوغلو دروازه شزنی رو برای بار دوم باز میکنه. جرارد مارتین یه فرصت عالی، دروازه باز میشه توسط اریک گارسیا. یان زومر مغلوب میشه. بازم بارسایی هستن که صاحب توپن. پدری، جرارد مارتین، اریک گارسیا. گل دوم نه، یان زومر چی گرفت. بازم بارسا یه فرصت عالی توی دروازه. این بار دنی اولمو حساب کارو 2-2 میکنه. ضربه خطرناک و گرفت یان زومر. بازم یان زومر، حالا رافینیا. کامبک بارسای هانسی فلیک تکمیل میشه. یه فرصت دیگه، لامین یامال توپش به تیر برخورد میکنه. حالا یه فرصت و توی دروازه تموم کار. بازی 6-6 مساوی شد. یه فرصت عالیه دیگه، لامین یامال ضربه‌شو میزنه و بازم گرفت. حالا اینتر فرصت داره. فراتسی دروازه رو روی باز گل مهدی طارمی باز میکنه، باور کردنی نیست. یه فرصت دیگه، بازم بارسا. یا لامین یامال امیدوارشون کن. مسی جوان، وای. یا زومر اجازه باز شدن دروازه رو برای بار دوم هم نمیده. نابود کرد یان زومر بارسا رو امشب، به طوری که اثرات حسرت در چشمان هانسی فلیک و طرز گفتار او پیداست. تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی میکنم. تا درودی دیگر، بدرود.